اون از ریموت خسته شده بود. تموم شد. فقط 10 دقیقه زمان میخواست. فقط دیگه با نور بالا در رو باز میکنه. دیگه ریموتشو گم نمیکنه. یه بار دیگه نور بالا بده در میاد پایین. حتما این کلیپ رو مشاهده کن. التیمت در حالت دیسی نور بالا بده داداش. نگاه کنین ولتاژ به ما داد 12. یعنی الان ما اومدیم و مثبت منفی، الان اینجا هم داره میگه معکوس، مثبت منفی 206 رو برای نور بالا پیدا کردیم. اینم برد نور بالا که توی همین سوکت جا میخوره. نگاه کنین توی این قسمت که اینجا قرار میگیره. میخوایم تست کنیم ببینیم برد نور بالا وصل شده به سوکت یا نه. یه نور بالا بده داداش. خب همینطور که دیدین LED چشمک زد، یعنی مچ شده و با یه بسته کمربندی چیزی این گوشه مهار میشه. فقط این سوکتشو میتونن جای همین سینکش ببرن و استاندارد اینجا براشون وصلش کنه. نور بالا رو باید بیاین با لرن با برد رولاپتون بیاین و مچش کنین که بردهای مختلف تنظیمات مختلف دارن که باید بلد باشین و اینو بسپارین دست کسانی که کارشون رولاپه. به راحتی میتونن این بردو برای شما مچ کنن. برای مچ کردن در این برد یه لحظه دکمه لرن رو میزنیم. یه نور بالا بده. یه بار که بدن یعنی ای ریموت. خب مچ شد. چشمکش یعنی مچ. با هر دفعه نور بالا دادن یه بار که نور بالا بدیم زیر 2 ثانیه میشه A، 2 بار میشه B، 3 بار میشه C، 4 بار هم میشه D. حالا همین کارو برای ماشین انجام دادیم. یه دربشون با B میره بالا، یعنی 2 بار نور بالا. 2 بار نور بالا بدین. این یه بار، اینم 2 بار. اوکی. در رفت بالا. حالا میخوان یه بار بزنن که بیاد پایین. ایو بزنین. یه بار که بزنن اوکی میاد پایین. حالا فاصله 100 متری آنتن ای داره و اینجا براشون قرار دادیم.